برنامه چشمه امید از سر نو شروع میکند با نو خیلی دیگرگونی نو قطع شروع میکند. سنه شروع کردن این برنامه در این رولی که شما میبینید ما این برنامه رو خیلی پخته کردیم، خیلی ساختیم. همه شما میدونید که در مدت 1.5 سال تا 2 سال برنامه چشمه امید به خلق ما خیلی فایده کلان آورد. بسیار آدما صاحب کار شدن، بسیار آدما موفق شدن، بسیار آدما درآمدشون زیاد کردن، بعضی آدما از قرض برآمدن، بعضی آدما خودشون رفتن صاحب کسب شدن، متخصص شدن، فکرانه‌شون رو دیگر کردن. این برنامه چشمه امید خیلی یک تاثیر مثبت رساند به تمام خلق تاجیک، به تمام خلق فارس زبان. ما برنامه چشمه امید رو از سر نو شروع کردیم، نه که با نوش. برای چی نامش چشمه امید است؟ این مضمون آن دارد که شما میتونید که شما خودتون موفق شوید و هم برای دیگران در را باز کنید، در موفقیت، در آرزوها،